ولی انگار یه آدم بود توی یک لباس زنونه. اون موجود خیلی آروم داشت به سمت آسانسور حرکت میکرد. من وحشت زده شده بودم و با ترس دکمه‌های آسانسور رو فشار دادم و ناگهان نور آسانسور سوسو زد و خاموش شد و من در تاریکی مطلق فرو رفتم. انقدر ترسیده بودم که داشتم خودمو خیس میکردم. قبل از اینکه از ترس بمیرم نور دوباره سوسو زد و روشن شد و در آسانسور بسته شد. انگار دوباره به کار افتاده بود و رفت بالا. یه نفس راحت کشیدم و این بار وقتی درها باز شدن روبروی کافینت بودم. رفتم سمت پیشخانه به دختری که اونجا کار میکرد. ماجرا رو گفتم و همه چی رو براش تعریف کردم. دختر بیچاره رنگش پرید. گفت چند تا از مشتری‌ها و همکاراشم دقیقاً همین تجربه رو داشتن. خودش میگفت همچین تجربه این نداشته، ولی به هم راجع به گذشته اون ساختمان گفت طبقه 4 قبلا یک سالن آرایشی بوده. سالن خیلی موفق و پر مشتری بوده تا اینکه یکی از زنایی که اونجا کار میکرد خودشو توی سالن میکشه و هیچ کس هم در آخر دلیلشو نمیفهمه.